سلام دوستان، وقتتون بخیر. در یک پروژه دیگه در خدمتتون هستیم، پروژه آیت الله کاشانی. بین دوستان و همکاران ما به عنوان پروژه کاشانی شناخته میشه. یک خونه 250 متر مربعی 3 خوابه است که خب به طور کامل بازسازی شده. تغییراتی در پلان و سایر قسمت ها داشته که میخوام خدمتتون توضیح بدم. این فضاهایی که دیدیم فضای اصلی و عمومی خونه بود و از این راه رو به اون سمت فضای اتاق ها و سرویس ها و این هاست که حالا بیشتر بهشون سر میزنیم. یه چیزی که فکر میکنم لازم باشه که به عنوان اولین نکته در مورد این تغییراتی که تو این خونه انجام شده بگیم اینه که ما وقتی که این کار رو شروع میکردیم این دیوار و همینطور این دیوار وجود نداشت و وقتی که شما در رو باز میکردیم تا انتهای آشپزخونه قابل رؤیت بود. این اصلا خوشایند نبود برای کارفرمای عزیزمون. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که با اضافه کردن این دیوار هم حجم کابینتمون رو زیاد کنیم، همین که یه مقدار کابینت آشپزخونه‌مون رو محصور کنیم و با استفاده از این دیوار هم اینجا یه جا کفشی و آینه کنسول و اینها ایجاد بکنیم به این صورت که ملاحظه می‌فرمایید و هم فضاهامون رو تفکیک کنیم. ببینید الان وقتی که از این در وارد میشیم سمت راست میتونیم بریم توی اتاقهامون و توی پذیراییمون، سمت چپ میره به سمت اتاقها و فضای خصوصی و پشت این میشه قسمت تلویزیون و آشپزخونه و اینها. آشپزخونه‌مون هم بهتون نشون بدم. آشپزخونه‌مون به این صورته که تجهیزات آشپزخونه همش تو کاره، مثل یخچال و فریزرمون مثلا اینجا قابل ملاحظه هستش و حتی ماشین ظرفشویی که خودش تو کار نبود رو ما به این شکل تو کار کردیم که سطح کابینتمون همش یک دست باشه. یک فضای بالکن کوچیک اینجا وجود داشت که ما یه مقدار این فضا رو بزرگ کردیم، در پیکرش رو باز کردیم به سمت بقیه خونه که بتونیم یه فضای دنج قابل چیدمان و قابل استفاده داشته باشیم و از این سمت یک دسترسی هم به قسمت پذیراییمون داریم که اگر برای پذیرایی کسی خواست از این قسمت دسترسی داشته باشه برای اینکه بخوان خدمات بدن به این فضاها، در واقع از اینجا امکان پذیر. پس اینم فضای آشپزخونه و اتاقهامون. وقتی که میخوایم به سمت اتاقها بریم یک لاندری اینجا داریم. ما در واقع این فضا رو داشتیم و به پیشنهاد کارفرمای عزیزمون و طراحامون به این نتیجه رسیدیم که میتونه فضای مناسبی برای لاندری باشه. از این قسمت که بگذریم 2 تا سرویس داریم در این قسمت ها که یکیش سرویس مهمان به این صورت که ملاحظه می‌فرمایید و یک حمام مهمان در این قسمت داریم و از این فضاها که بگذریم 3 تا اتاق خواب داریم. اولین اتاق که برای خود من شاید دوست داشتنی ترین اتاق این خونه باشه اتاق مستر یا اتاق والدین که حمومش اینجا قرار گرفته. حموم خیلی قشنگی هم داره با ترکیباتی از اسلب و نور و اینها و فضای دوشش هم به این صورت که ملاحظه میکنید. ما حتی این قسمت ها رو هم یه سری کمدای از جنس PVC ساختیم که براشون قابل استفاده باشه.
کمد، فضای کلی خونه حس گرمی داره واقعا. از این فضا که بگذریم، اتاق وسط اتاق کوچکترین عضو خانواده است، آقا پسر خانواده. همونطوری که میبینید با وسایل خودش و با سلیقه خودش اینجا چیدمان شده و مامان و باباش هم گفتن که چون میدونسته ما میایم با اینکه میخواسته بره مدرسه اومده اینا اینجوری چیده. این چقدر خوش سلیقه. اینم کلکسیون ماشینش. و از این فضا که بگذریم، فضای اتاق دختر خانم خانواده است. بزرگتر هستن از نظر سنی. توی چیدمان اتاقشون مشخصه، میز تحریر و اینها، و خب با سلیقه خودشون رنگامیزی اتاقشون تصمیم گیری شده در موردش. کمد بیشتری هم داره از اون که اتاقشون خب برای نیازشون بیشتره. و این همین کلیت این خونه معرفی بود که میخواستم خدمتتون انجام بدم. و اگر که سوالی، نکته‌ای، بحثی، چیزی در مورد هزینه ها، در مورد جزئیات کار اینها داشته باشین، حتما در کامنت ها میتونید بپرسین و بنده همکارانم در خدمتتون هستیم و توضیحات رو خدمتتون عرض میکنم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. خدا نگهدار.